با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان. یه دونه CCN ماکس رو داریم. این ماشین آب خوردگی داشته، تعمیر کردیم و خود میکروش هم ایراد داشت، تعویض کردیم و حالا میخوایم با پروگرامر 7 پرو اونو برنامه بدیم. دوستان توجه داشته باشید که تا ما میکرو رو برنامه ریزی نکنیم CCN برای ما بالا نمیاد. ما برنامه 7 رو باز میکنیم، از منوی ISP پرو قسمت ISP JTAG مود رو گزینه اول FN CCN رو میزنیم. از قسمت راهنما میایم PDF Old رو باز میکنیم. این قسمت میبینید زده CCN، روی CCN باز میکنیم، میبینید توضیحاتش هست. طبق سیم بندی که داده ببینید VCC پایه 10 هست، ISP P05 زرد و RX TX و RST رو هم به پشت بردمون وصل میکنیم. همینجور که میبینید این دوتا اینجا RST هم ایبر و اوبر بردمون هم RX و TX رو لحیم کردیم. برمیگردیم دوستان، خواندن رو میزنیم ببینیم ارتباطمون وصل هست یا نه. میبینیم که ارتباط داریم. حالا چون میکرو تازه نصب شده و خالی است کلا FF برای ما بالا میاره. حالا ما بخونیم شم این دیگه به درد ما نمیخوره. حالا ما انصراف رو میزنیم، باز کردن فایل رو میزنیم، میریم تو قسمت درایو سیمون و قسمت پروگرام فایل. از اینجا میتونیم MSEG 7 پرو دامپش رو بالا میاریم و از قسمت ماکس ببینید ماکس اینجاست، میایم CCN فلش رو انتخاب میکنیم، تایید رو میزنیم، میایم پاک کردن رو میزنیم. عملیات با موفقیت به پایان رسید. چک میکنیم ببینیم واقعا پاک است یا نه. حافظه خالی است و نوشتن رو میزنیم. یه بار دیگه نوشتن. ببینید دوستان از این قسمت بالا ما MCU فلش رو انتخاب کردیم. قسمت فلشش رو میخوایم برنامه ریزی کنیم. یه دونه مقایسه هم میگیریم. حالا قسمت ایپرامش هم میخوایم برنامه‌ریزی کنیم. از همین قسمت این خودکار خودش میره روی FN CCN، باز کردن فایل رو میزنیم و از این قسمت CCN ایپرام خام رو انتخاب میکنیم. اینجا فقط دیگه پاک کردن میبینید نداره، فقط میتونیم ایپرام رو بریزیم. تمام و مقایسه هم بگیریم. دوستان موفق باشید.